این 4مین باره که امشب لایومو باز میکنم. من نمیدونم موضوع چیه. امیدوارم این دفعه به مشکل بر نخوریم. آقا داودی بیا بالا بی. 4مین بار من لایو میذارم. نمیدونم چرا اینجوری شد. آقا داودی دعوتت کردم. آقا ناصر اون لایومو پرید، دوباره برات میخونم. خواستی درخواست بده بیا بالا، دوباره من این شعر رو برات بخونم. امشب نمیدونم. آقا داودی من بیا سلام. از کامنتت دعوت میکنم. سلام. من حاضرم. استاد خیلی شهریارم. خیلی خوب، خیلی خوب. صبر الله بیزاره باش صبر. جونم آقا داود مقدم میاد بالا. آقا داودی اومدی بالا؟ استاد وافی هیچ کسی نیست بالا به غیر از خب من. آقا داودی رو دارم دعوت میکنم، نمیدونم چرا نمیتونه بیاد بالا. درود مجدد. آقا تو صفحه نیستی آقا مقدم، دیگه چاره ای نیست. دیگه فعلا ولشون. بساز. سلام چرا باید تحمل داودی کن. جناب درود استاد آقا وافی ناصر. عزیز، ایشون تو جان. صفحه هستن، شاید سیو کنید تو صفحه خب تو باشن. صفحه بهتون بگم من دقت نیستن. کنید. خب نه تو صفحه نت من نیستن دوست عزیز. نت آقای من وافی مشکل داره. میبینمشون. بله، نت ایشون مشکل داره متاسفانه. خیلی خوب. جناب بعد آقای VPN بذار ضعیفه. آقا. داودی سیو کنم میبینیم دیگه. بله من دارم میبینم. بله. خب آقا داودی بذار جانم. الان نویدم دعوت کردم، بذار ببینم نویدم میتونه بیاد بالا. خیلی هم آقا عالی. مولا هم اومده. سلام عرض میکنم خانم شفیق. صبر کنین خانم، همه چی ریخته به هم تا ببینیم یکی یکی دعوتتون میکنم. آقا ناصر شما یه شعر از استاد شهریار بزن تا منم اون شعری در سوچ مادر همسر شما رو بخونم تا بعد شما شعر رو بله. بذار. با اجازه دوستان. بفرمایید. دلم شکستی و جانم هنوز چشم به راهت، شبی سیاهم در آرزوی طلعت ماهت، در انتظار تو چشمم سپید گشت و غمی نیست، اگر قبول تو افتد فدای چشم سیاهت. ز گرد راه برون آ که پیر دست به دیوار، به اشک و آه یتیمان دویده بر سر راه. بیا که این رمد چشم عاشقان تو ای شاه، نمی رمد مگر از توتیای گرد سپاهت. بیا که جز تو سزاوار این کلاه و کمر نیست، تویی که سود کمربند کهکشان به کلاهت. جمال چون تو به چشم و نگاه پاک توان دید، به روی چون منی الحق دریغ چشم و نگاهت. برو به کنج خراباتت ای ندیم گدایان، تو بختتون نه که راهی بود به خلوت شاهت.
در انتظار تو میمیرم و در این دم آخر دلم خوش است که دیدم به خواب گاه به گاهت. اگر به باغ تو گل بردمید و من به دل خاک، اجازتی که سری بر کنم به جای گیاهت. تنور سینه ما آی ساطل که می شود. صدا قطع شد آقا ناصر. آقا ناصر صدای ما رو داری؟ صدا قطع شد. صداشون قطع. آقا بازوشون پین نشه آقای وافی، پین نشه. نتشون خیلی نت خرابه، پین نشن. آقا ناصر صدای ما رو میشنوی؟ نه دارم میچرخن، ایشون دارن میچرخن، افتادن. خدا کنه پین نشن. جناب وافی درود بر شما. صدا من هست؟ نمیدونم، من تصویر عزیزان رو ندارم. خیلی خوب. من دارم نوید. درود من جناب هیچی رو داوودی. ندارم ولی اشکالی نداره. الان میدونم نوید و شما هستی، خانم شفیقه هم اومد. خانم شفیقه سلام علیک بکن. بانو بانو شفیقه رو شفیقه دایما. آمده. سلام و ارادت خدمت شما. درود بر شما خانم مرحبا. شفیقه. استاد خب وفی. قبل از اینکه آقا نوید شعر بخونن، این آقا ناصر خانمش فوت شده. من شعری دارم چند بیت در رابطه با درس و همسر، اونو میخونم چون سری قبل که خوندم سیو نشد، اصلا پرید لایو ما رو اینستا بست در یه دست. آقای وافی من تو جون. نخونین خدمتون بگم لایو تموم شد بلافاصله برین توی صفحتون. این لایو ها که خب بستین نمیدونم چرا سیو شده، پست هم شده، همه رو پاک کنید. چرا؟ پست هم شده، نمیدونم چه جوریه، دستتون جای خورده احتمالا، هم سیو شده هم پست شده. خب سیوا رو پاک میکنم، طوری نیست. آره نه اونو پاک کن، میگم که یعنی یادتون باشه برین تو صفحه خیلی خوب. پیج خودتون اونا رو پاک کنید. سیوا رو بفرمایید. پاک میکنم ولی صفحه رو پاک نمیکنم، سیوا رو پاک نه میکنم. همه باش. سیوا رو تو صفحه خودتون برین اون که سیو شده پاک کنید. چشم. حالا من بی‌بلا. این شعر بفرم. رسول همسر رو بخونم تقدیم به همسر آقا ناصر که از دوستانمونه و از دوستداران شهریاره. خدا رحمت کنه همسر همه مهربان، رفتگان. همسر مهربان، خدا حافظ. ای مرا همچو جان خدا حافظ. من که مدیون مهر و لطف توام، ای گل مهربان خدا حافظ. مهربان و صبور بودی تو، یار خلداشیان خدا حافظ. رو که راحت شدی ز رنج ولی من شدم بی امان خدا حافظ. تقدیم به روح همسر آقای ناصر خان و روحشون در با آرام آرزو میکنیم باشه. که جنت مکان باشد به قول معروف. خب نوید جان در خدمت شما هستیم، بفرما. من یه درود بفرستم خدمت عزیزانی که در لایو هستن و ندارم هیچ اکانتی دارم، نام از عزیزان ببخشید اسارت کردن اسم از کسی نبود. در دل تقویم ها پیداست شادی، سوخته کامیابی از رواج نامرادی. سوخته در حقیقت مرگ آغاز زوال بندگی، از عبودیت زبان هر عبادی. سوخته توده خاکستری جان مانده در سلول ها، توده خاکستری جا مانده در سلول ها. سرو از آزادگی در انفرادی. سوخته خاطرم تا می رود اشکی به ناکامی زند، ناگهان سر می کشد آب نهادی. سوخته
رنگان شعله ای از سوز تنهایی زیادی سوخته. مهربانی دین من، آزادگی آیین من، غیر از این در باورم هر اعتقادی. سوخته در میان تیرگی ها می کشد خورشید را، پنجه های آتشینم با بدادی سوخته. کو فرانک تا بسوزاند سر سیمرغ را، بدونی درآید جادی سوخته. من که هیچی نشنیدم آقای نوید. فکر میکنم تو سیبش انشالله به مشکلی بر نخورید. من از صدات مفهوم نبود، هیچ ارتباطی برقرار نکردیم و کاملا متوجه نشدیم. حالا اگه جان من خراب باشه را به من از روز مخصوص شد باید من برای آقای وافی خب تو سیوم مشکل میخوری چون اصلا صدا مفهوم نبود. در هر صورت دیگه نمیتونم قطع کنم که لایو. خب آقا مقدم ایشون نتشون مشکل نوید جان نمیدونم جلسه قبل بودی یا نه. عرض کنم خدمتتون طرحی دادیم برای انجمن 15 روزه. طرحمون این بود، دوست دارم همه این کارو بکنن، دوستا بنویسن. از نیما، از یغما نیشابوریه، تنم در وسعت دنیای پهناور نمی گنجد، روان سرکشم در قالب پیکر نمی گنجد. این طرح انجمن قافیه‌اش آزاد، ردیفش اجباریه و وزنش اجباریه، یعنی مفاعیلون 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 مفاعیلون. تنم در وس مفاعیلون، ات دنیا مفاعیلون، یه پهناور مفاعیلون، نمی گنجد مفاعیلون. شعر مسمنیه، 8 تاییه، یعنی هر مثل 4 تاست. دوستا انشالله حتما به قول معروف این طرح اجرا کنن، این طرح بنویسن. آقای مقدم شما هم بنویس که این کنیم اینجا داشته باشیم. آقای رهبری هم خوش اومدن، استاد بنی نجار هم خوش اومدن، دوستا همه خوش اومدین. انشالله که بتونیم از حضور همه استفاده کنیم. الان آقا مقدم شما یه شعر بخون ببینیم صدای شما چه جوریه. بانو شفیقی بخونم، من اینو بنویسم پین بشه بعد من میخونم. خیلی خوب خانم شفیقی بفرمایید. باش. صدا درست است؟ بله صدای شما خوبه. یک شب هلال را به تو من، یک شب هلال را تو به من گوشواره کن، یا توته های سنگ سیاه را ستاره کن. از پشت شیشه های ترک خورده غرور، جسم ضعیف و لاغر من را نظاره کن. از دور از دیار 200 دخمه های کور، درمان زخم های دلم شو گذاره کن. امشب طواف خانه بی دست و پاییم، من را طواف گر نکنی خود کناره کن. در آرزوی دیدن تو سالها گذشت، یک شب به من نور بباران و چاره کن. حالا که من به بستر درد خزیدم، زودتر بیا و بستر سردم شراره کن. امشب مرا به خاطر عشقم عزیز دار، امشب مرا به خاطر عشقم عزیز دار. تصویر پر ز درد قضا پاره پاره کن. تقدیم شما. درود بر شما. وقتی شعر میخونید، چون شما از شعرهای دیگه هم میخونین، اعلام کنین که شعر کی بود. از خودم استاد. خیلی ابیات زیبایی داشتی، 2-3 تا اشکال وزنی داشتی. اون نور داشتی، بیت نور، یعنی بیت 4 رو به بعد رو بخون. باش.
در آرزوی دیدن تو سالها گذشت، یک شب به من نور بباران و چاره کن. یک شب به من تو نور به باران و چاره کن. تو رو بذاری وزنش درست میشه. خب ادامه بده همون شعر بقیهش هم بخون. حالا که من به بستر درد خزیدم، زودتر بیا و بستر سردم شراره کن. خب زودتر نمیشه، زودتر اضافه میشه. زودی بیا میتونی بگی و میتونیم زودی رو استفاده کنیم. از بابت وزنی، اشکال وزنی دارم صحبت کنم. باش. نرمک بیا، به جای مثلا نرمک بیا مثلا شاعرانه تر میشه. باش. دوباره ادامه بده. بازم یه بیت دیگه هم اشکال دیگه داشت. شب مرا به خاطر عشقم عزیز داد، تصویر پرز درد قضا پاره پاره کن. خیلی بیت خوبیه. ادامه بده. همین بیت آخر بود استاد. خیلی ابیات خیلی 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 خوبی داشتی. واقعا شعر بود، یعنی زبان شعره. این خیلی ارزشمنده. ممنون شما. سلام. خیلی خوب. دست تر نکنه. من نمیدونم آقا مقدم، آقا نوید هستن یا رفتن؟ نه افتادن ایشون. ببین اینجا هنوز عمل نشد. تو لایف هستن. خیلی خوب. نه نیستن تو لایف نیستن، رفتن بیرون. تو لایو هم نیستن؟ نه خیر بودن الان رفتن خب. بیرون. آقای بنی نجار نوبت ایشون اگه درخواست بدن خوشحال میشیم. خانم شفیقه هم افتادن که. من خدا وکیل من بیگناهم. میدونم الان مهران رو دعوت خانم شفیقه. کردم. بله آقا مهران اومدن. سلام. درود. خیلی خوش اومدی. مشتاق دیدار. درود بر مهران شما. جان خوش آمدی. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما. خیلی ممنونم. خوش اومدی. خانم چرا برگردونی خانم شفیقه رو؟ خب برگردوندم، درخواست داد الان برگردوندم. من که شاید تلفنش زنگ خورد، چون بعضی وقتا این اشکال پیش میاد. خانم شفیقه اومدن. خب شعرش هم نقد و بررسی شد. خیلی شعر ارزشمندی خوند. خیلی شعر شاعرانه بود. آقا من چند روزه به من تماس میگیرن، بذار آقا مهرانم بدونه، میگن آقا بعضی از دوستا شعرهای دیگران رو به نام خودشون میخونن و به قول این درست نیست. گفتم با ما اینجا مثلا خانم شفیقه رو داریم که هر وقت از شاعر دیگه میخونه رسما اعلام میکنه. بعضی ها مثلا که مضامین دیگران استفاده میکنن، این به ما ربطی نداره. ما به شعر نظر میدیم، نه دنبال شاعرش نیستیم. یا آقای ایکسی میاد یا خانم ایکسی میاد یه شعری میخونه، من رو شعر نظر میدیم دیگه. نمیپرسیم شاعرش چیه. اگه شعر دزدی هم بوده باشه خودش میدونه، وجدانشو خودش میدونه و اگه صلاح هست. حالا آقا مقدم شما یه شعر بخونید. آخه ما که مسئول نیستیم که و چیزم نداریم که همه اشعارش شعرهای جدید رو بشناسیم و بدونیم و بگیم آقا مال تونیم. و حالا استثنا ممکنه مواردی پیش بیاد که بفهمیم مال خودش نیست، اما همه رو نمیشه داره بود. هر کس باید به قول شما وجدان خودش درست کار کنه. خلاصه من گفتم من هیچ مسئولیتی نمیپذیرم، چون من فقط رو شعر نظر میدم. اگه شعر دزدیه، من شعر اگه اشکال داشته باشه میگم. من شاعرش نمیشناسم، به قول شما مثلا نسل جدید و ما خیلی هاشون رو نمیشناسیم و واقعا نمیشه. نمیتونیم نظر بدیم. حالا سبک شعری مثلا سعدی رو میتونیم بگیم، حافظه میتونیم بگیم، عراقی، هندی یا هر شاعری چیزی بگه میتونیم سبکشو بگیم، ولی قطعا نمیتونیم بگیم که همه شاعرها رو میشناسیم و شاعرها رو میشناسیم. نه، نیست. ما به اندازه سواد زبان الکنمون و سواد کممون صحبت میکنیم. خب آقا مقدم بخون. من یه بار دیگه عرض سلام و درود داشته باشم خدمت یکی عزیزان که تو لایو اومدن. آقای بنی نجار عزیزمون هم اگر بیان بالا که ما خوشحال میشیم، نیاندم ناچاریم از طریق قوه قهریه الان که 4 نفر جان است نه یکی آماده پیاده شه. باشن آماده کنن خودشون. آقای وافیشون ما از قبل باید تهدیدامون رو بکنیم که بعد خالی شد بیاد بالا. خیلی خوب آقا تهدید کن. بس پریشان شد دلم در ماتم دلتنگیم، صبح و شب غرقاب قصه با غم
دلتنگیم. خلوتی محنت سرا و دور باطل در سرم، تا سراپا کوه دردم آدم دلتنگیم. مهد عشق و عاشقی ها سرزمین سینه‌ام، من عشقم میکنن چون همدم دلتنگیم. هر شب از بیم اسارت آرزویم مردن است، آه سردمدار غم با پرچم دلتنگیم. در تب و تاب و هوا و در طواف روی تو، در صفا و مروه اندر خم دلتنگیم. حسرت دیدار تو بر سینه چنگم میزند، خسته از درد فراق و محرم دلتنگیم. روز و شب دست دعا را میبرم بالا، ولی ناامیدم از شما ای مرهم دلتنگیم. درد عشق تو دلم را خسته و منکوب کرد، شاعری دلخسته از این عالم دلتنگیم. تقدیم به شما. دست شما در بیت اول من نشنیدم که میپرسم، میگم دوباره بخونم. خواهش میکنم. بس پریشان شد دلم در ماتم دلتنگیم، صبح و شب غرقاب غصه با غم دلتنگیم. یا اینکه بس پریشان شد دست درد دلم. نکنه. بله در خدمت شما. دست درد نکنه، ابیات خوبی داشت. خب آقا مهران در خدمت شما هستیم. چشم منم عرض ادب و احترام کنم خدمت دوستان عزیز که از پایین صدا و تصویر ما رو دارن. فقط صدای موزیک رو به من بگید خوب باشه. شما خودت خوبی، همه چیزم خوبه. پیکر تراش پیرم و با تیشه خیال، یک شب تو را ز مرمر شعر آفریدم. تا در نگین چشم تو نقش هوس نهم، ناز هزار چشم سیه را خریدم. بر قامتت که وسوسه شستشو در اوست، پاشیدم شراب کفالود ماه را. تا از گزند چشم بدت ایمنی دهم، دزدیدم ز چشم حسودان نگاه را. تا پیچ و تاب قد تو را دلنشین کنم، دست از سر نیاز به هر سو گشودم. از هر زنی تراش تنی وام کردم، از هر قدی کرشمه رقصی ربودم. اما تو چون بتی که به بت ساز ننگرد، در پیش پای خیش به خاکم فکنده ای. مست از می غروری و دور از غم منی، گویی دل از کسی که تو را ساخت کنده ای. هشدار زان که در پس این پرده نیاز، آن بت تراش بوالهوس چشم بستم. یک شب که خشم عشق تو دیوانه‌ام کند، ببینند سایه ها که تو را هم شکستم. یک شب که خشم عشق تو دیوانه‌ام کند، ببینند سایه ها که تو را هم شکستم. درود بر شما. آخرین مصرع آقا مهران ببینن نیست، بیننده. ببینن نخون، بینند. آها خب دوباره من چون رو کپی میکنم از چیز، احتمالاً من ببیننده ولی حتما درستش میکنم. یه بار بینند بخون خیلی راحت. بله. یک شب که خشم عشق تو دیوانه‌ام کند، بینند
سایه ها که تو را در هم سایه ها تو را هم شکستن. بله درسته. مفعول و فاعلات و مفاعیل و فاعل. دست شما درد نکنه. از خب آقای نادر نادرپور بود این شعر. آقا نادرپور ابرمردی بود در شعر. اینم قطعات پیوسته‌ای بود که اصلا بی‌نظیر. نادرپور یه شعر برای قم داره، برای ملاها و امامها، همون زمان شاه نوشته که الان معنیش الان معلوم میشه که اون موقع نادرپور نوشته و الان معلوم میشه. نادرپور از شعرهای بزرگ ارزشمند تاریخ ادبیات ماست و این شعری هم که خوندی و انتخاب کردی بسیار ارزشمند بود. باور کنید همش تلنگر میزد، همش تلنگر. اجرای شما هم درست بود، هیچ مشکلی نبود. اینم نوشتاری اشکال داشت که شما من درستش کردم. بله درست دست کرد. خب خانم شفیقی شما آواز میخونین یا خانم شفیقی یه شعر بخونه بعد خانم شفیقی یه شعر دیگه بخونین. این شعری که خوندی خیلی شعر بود، خیلی ارزشمند بود، خیلی خیلی شعر بود، زنانه هم بود و این خیلی ارزشمنده که حس و حال خودتو نوشتی و این خیلی خوب. سلامت باشین. سلام و درود خدمت آقای قیاسی و دوستانی که در لایف هستن. عرض ادب و احترام. ممنون. کودکم کودک خیابانگرد، کودک پا برهنه و دل سرد، نیست یک آبری به کوچه شهر، نیست یک آبری به گوشه شهر و جز از من و یک سگ ولگرد. کودکم بی پدر به کنج اتاق، مادرم با لبان ترکیده، شال سبزش شده ملافه من، خواهرم از چراغ ترسیده. مادرم مثل بید می لرزد، عرق سرد پشت لبهایش، هی به لرزش نماز می خواند، می گریزد فقط ز غمهایش. گاه نیمه نگاه سوی من، گاه رویش به آسمان بالا، آه سوزنده از گلوگاهش، شکوه ها را کشد به سوی خدا. بعد بابا به جای سجاده، او سرش را به سجده می مالد. خانه تاریک و سرد و منجمد است، با خودش از فراق می نالد. خاک با رنگ چرک و بی نورش، پدرم را به کام خود برده، تا که مهمان شود به سفره او، آن گل از گلستان چه دل سرده. مادرم خیره خیره می نگرد، از پس پنجره به مهتابی، با خودش حرف می زند هر دم، ای خدا کر شدی یا که در خوابی. من به دنبال مادرم هر شب، می روم خواب را نمی خواهم، می روم تا که من گمش نکنم، قرص اعصاب را نمی خواهم. خاک ای سرزمین اجدادی، تو چرا اینقدر پریشانی؟ آب و آتش برای تو هموار، زشت و بدخو را نمیرانی، زشت و بدخو را نمیرانی. بدخو را یه را بخون، یه را مشخص کن. اوکی. زشت و بدخوی را نمیرانی. این شعر چی گفتم قرار شد چون شما شعر شعرهای دیگر هم میخونی، هر شعری میخونی مشخص کنن از خودت یا استاد از کس دیگه باشه من اسمش میبرم، از خودم بود یک 4 پاره. خیلی خیلی اینم شعر خیلی شاعرانه بود، مایه شعری داشت. فقط اون سفره رو بخون، بیت سفره رو بخون. باشه استاد. خاک با رنگ چرک و بی نورش، پدرم را به کام خود برده، تا که مهمان شود به سفره او، آن گل از گلستان چه دل سرده. درسته، من برشنیدم. درسته هیچ عیبی نداره. خیلی قافیه مشکل نیست، برده و سرده. نه شما ترکیب آوردین، این اختیار شاعری اینجا معلوم میشه. یه جای ترکیده آوردی به جای ترکیده. بله. اشکالی نداره چون قافیه به قول معروف تنگ بشه آدم میتونه یه اختیار شاعری داشته باشه و اینو ما قبول داریم. نه اینکه همه جا بیان برکت و برکت بخونن، نمیدونم بعضی کلماتو
بجوند. نه شما خوب نشسته بود، من ایراد نمیگیرم، یعنی از اختیارات شاعری و یک جای استفاده کردی. دیگه با معذرت داشتم که مثلا قافیه لبهایش و غمهایش مادرم مثل نه اون که غلطه، نه اون که غمهایش و لبهایش غلطه. چون هایش ضمیره، غم و لب هم قافیه نمیشه دیگه. من دیگه در رابطه با قافیه نباید با شما بحث کنم، شما باید اصول قافیه رو بدونیم و ما هم خیالمون راحت باشه که حرف مشکل قافیه دقیق. نداریم. ما شاگرد هستم، منتها دیگه مواجه نیافتم، اما حیف آمد که چی باید بکنم. یک بار میخوانم اگر شما مرا کمک کنید. بفرما. مادرم مثل بید میلرزد، عرق سرد پشت لبهایش، هی به لرزش نماز میخواند، میگریزد فقط ز غمهایش. نه حالا میتونی میگریزد فقط ز تبهایش، میتونی اینو بگی که خیلی هم جا داره، یعنی مناسب هم هست. تشکر استاد. درود بر شما. دست شما خیلی شعر خوبی بود، دستت درد نکنه. من مجبورم شما رو جابجا کنم، دوستان زیاد هستن. شب خوش داشته باشید. لطف کردین، دستت اجازه ده من شما رو بفرستم پایین. باش. شب خوش بزرگوار. خب آقای مقدم چی باید بیاد بالا؟ به من بگو تا دعوامون نشده، پلیس فتا نیومده، نمیدونم آقا جوانشیر ایراد نگرفته، عصبانی نشده، بگو تکلیفمون چیه باید بیاریم بالا. نکنه خدا آقا مقدمم افتاده. ها خب آقا الان دو تایی هست. من هستم آقا، من هستم. ما کم بسته بوده دارم میام. نوبت آقای بنی نجاره، بیان سری بعد درخواست بدم بیان دیگه. آقای بنی نجار بیا بالا که دعوا اون نشه. آقای بنی نجار من دیگه واقعا دارم عصبانی میشم. خیلی تا ایشون شال و کلاه میکنم میرم عقب پلیس فتا. خیلی خوب، ما منتظر اجرای جناب آقای مهران عزیز هستیم. به 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 به. میکروفونا رو ببندیم. اول موسیقیتون چیز کن، تنظیم کن، بعد میکروفونا رو ببندیم. خوبه؟ یه ذره بیا پایین. خوبه. یه لحظه صبر کن آقای بنی نجارم بیاد که حرمت محفل شما نشکنه. آقای بنی نجار دعوتت کردیم. جناب آقای بنی نجار عزیز اومد. بذار ایشون سلام علیک بکنه، بعد سلام و عرض ادب. خدا وکیلی لبخندش انرژی میده به آدم. آقای بنی نجار داشتم میتونم لباس بپوشم با پلیس بیام. شانسو من گردنم از اون پاریکتره آقای انقدر آقا و عزیزی، ما دوستت داریم بخواد. دوست داریم که در خدمتت باشیم، کنارتون باشیم و بشنویم. لطف کردیم. خواهش می‌کنم هیچ زمانی منو تو گوش جان به قوه میدهیم قهریه متصل نکن. خواهش میکنم خودت با زبان خوش بیا بالا. تارمو کم کنین لطفاً. همه گوش میدیم به آواز و اجرای جناب آقای مهران. بفرمایید. ما میکروفون رو بستیم. درام خدمت جناب بنی نجار بزرگوار و دوستان عزیز. چشم. ممنونم آقا مهران، من لذت میبرم کارتون. ممنونم. خوبه صدا؟ عالیه. الان خوبه. بقیه میکروفون ها رو ببندن لطفاً. تو عاشق نبودی که درد دل عاشق‌ها رو بفهمی، تو بارون نموندی که دلگیری این هوا رو بفهمی، تو گریه نکردی برای کسی تا بدونی چی میگم، دلت تنگ نبوده میخندی تا از حس دلتنگی میگم.
تو تنها نموندی که حال دل بیقرار رو بفهمی، عزیزت نرفته که تشویش سوت قطار رو بفهمی. تو از دست ندادی بفهمی چیه ترس از دست دادن، جای من نبودی بدونی چیه فرق بین تو و من. تو هیچ وقت نرفتی لب جاده تا انتظار رو بفهمی، پریشون نبودی که نگذشتن لحظه ها رو بفهمی. تو اونی که رفته چی میدونی از قصه جای خالی، من اونم که مونده چی میدونم از قصه بی خیالی. تو عاشق نبودی که درد دل عاشقا رو بفهمی، تو بارون نموندی که دلگیری این هوا رو بفهمی. تو گریه نکردی برای کسی تا بدونی چی میگم، دلت تنگ نبوده میخندی تا از حس دلتنگی میگم. تو تنها نموندی که حال دل بیقرار رو بفهمی، عزیزت نرفته که تشویش سوت قطار رو بفهمی. تو از دست ندادی بفهمی چیه ترس از دست دادن، جای من نبودی بدونی چیه فرق بین تو و من. تقدیم به شما. به 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 به. دست شما در مرسی. نکنه. لطفا مهران جان کارنامه‌ش هم بگو، اجرای کیه، شاعرش چیه، اگه اطلاعات دارید اطلاعات عمومی ها رو بیشتر کن. این از استاد سیاوش قمیشی بود. عرض کنم خدمت شما آهنگش ترانش از خودشون بودن. سیاوش قمیشی اکثر خودشون کاراشون جوریه. بله 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 کار مال خودشون هستن اینا. خیلی خوب، کارهای خوب. مثلا اون جای منو بخون، من برای اینکه نقد شعری بکنیم مثلا این زبان شعر رو میخوام بگم، اون فقط اون مصرع رو نمیخواد آواز بخونی، فقط همون دیالوگی بخون. جای من نبودی تا اونو میگین. آره همون به جای من به جایم نبودی. ببین چقدر زیباتر میشه از در هارمونی. خب این ناتوانیه به قول معروف ترانه سراست. ما ترانه سرای گردن کلفتی داریم الان، از شعرامون سرترن، خیلی هاشون سرترن. و خب جناب وافی بزرگوار، سیاوش قمیشی یکی از خواننده هایی است که به حساب نه اینکه خودش موزیسینه و در واقع تحصیلات عالیه تو زمینه موسیقی، یعنی یکی از باسوادترین موزیسین های ایرانیه و خودش ترانه های خودش رو در واقع خودش آهنگ های خودش رو میسازه. برای نوشتن، برای خوندنش هم حتی مینویسه که چجوری باید خونده بشه. فکر میکنم قطعا اون گونه خوندن رو توی در واقع اجرا ترجیح داده که اینجوری بخونه. اگر مثلا خواننده دیگه ای بود شاید مثلا میشد یه خود جابجا کرد، ولی برای سیاوش قمیشی نه،
چون خوندنش رو هم میگم مثل نوت مینویسه که چجوری خونده بشه این. من ایرادی نمیگیرم، ولی فقط به عنوان مشاوره عرض کردم خدمتتون. شما الان مثلا همون اجرا رو با بجایم ببینی، ببین چقدر لطیفتر میشه، هارمونیش حفظ میشه. خب در هر صورت ایشون خونده، ما هم اتفاقا ترانه معروفی هم هست، ما هم بارها شنیدیم و دستش هم درد نکنه گوش میدیم. ما از اون نظر حرفی برای گفتن نداریم، ولی داریم نقد و جلسه ای داریم میکنیم. ببین به جایم همین نوتا رو دوباره داریم. اون قسمت رو بیارم با به جایم بخون. آره با به جایم بخون ببین چی میشه. زیزت نرفته که تشویش سوت قطار رو بفهمی، تو از دست ندادی بفهمی چیه ترس از دست دادن، به جای من نبودی بدونی چیه فرق بین تو و من. به جایم نبودی، به جایم نبودی، من نباید خونده بشه دیگه اینجوری. به جایم نبودی، با تو به از دست جایم. ندادی بفهمی چیه ترس از دست دادن، به جایم نبودی بدونی چیه فرق بین تو و من. حالا چرخشش تو زبان شما راحت‌تر نبود، حالا خودمونی رو دیگه. دست دادن جای من نبودی بدونی چیه طرف. به جایم نبودی بدونی چیه فرق بین تو و من. به خب جایم نبودی بدونی چیه فرق بین تو و من. ببینید اینجوری میشه، تو از دست ندادی بفهمی چیه ترس از دست دادن، به جایم نبودی بدونی چیه فرق بین تو و من. یا اینکه بگم جای من نبودی بدونی چیه. جای من نبودی فکر میکنم راحت خب تره. ببین اگه از نظر عروضی حساب بکنیم جای من غلط میفته، باید جایی من باشه. گوش میدی؟ جایی باید باشه. در هر صورت ما از نظر عروض صحبت میکنیم. ولی خوندنش همین جای من نبودی خیلی راحت تر، خیلی خوب. برای خواننده راحت تره. در چرخشه به قول معروف کلاوی شما اینجوری بهتره و حتما هم شما در این رشته تخصص داریم. ما فقط از بابت عروضی و به قول معروف هجایی صحبت کردیم مثلا. خب با هم گوش میدیم تا شما یه استراحتی بکنین. آقای بنی میخوایم منو جابجا کنید دیگه. نه میخوام یه برنامه دیگه اجرا کنین. خیلی وقت نیومدی، امروز باید جریمه بشی. نباید جریمه بشی، باید به ما هدیه بدی. حالت خوب شده، کسالتت برطرف شده، انرژی داری. الان همین حضورت و همه دوستانی که در لایو هستن انرژی میده. خب ما میخوام این انرژی رو ذخیره کنیم، ما هم داشته باشیم، بیشتر بگیریم ازش. خیلی ممنونم. آقای درود. آقای بنی نجار جونم. آقا مهران شما کامل خوب شدی الحمدلله دیگه ها. عرض کنم خدمت شما به حساب دیگه هفته پیش رفتم در واقع EMG از دو تا دستم گرفتن. متاسفانه مچای هر دو دستم تاندوناشون آسیب دیده شدید که دیگه اصلاح پذیر نیستن دیگه. باید خیلی رعایت کنم. غیر از دیسک گردن این دوتا مچ دستم هم همینجوری آسیب دیدن که به حساب دیگه دارو مصرف نمی کنم، دردی ندارم، ولی خب خیلی باید رعایت کنم. حتی گفته مچتو خم نباید بکنی، همینجوری سعی کنی به حساب اینا رو در حالت راست نگه داری، چون اگر خمشون کنی در این حالت بمونن اینا عصبای مچ دستت فشار میارن و متحد میکنم، چون عصبای دست دقیقاً به گردن متصل هستن و اون درد گردن باش. بله دیگه باید رعایت کنم. به هر حال توضیح باشه، واقعا مراقب باش که انشالله مشکلی پیش نیاد. آقا من پریروز یه فیلمی دیدم تو فضای مجازی، میگن گوشتو مثلا دست راستت درد میکنه، گوشتو این قسمتاشو اینجوری ماساژ بده روزی 2-3 بار، گردن درد و کمر درد و جناح راستت درست میشه. اگه لازمه من نمیدونم، این علم بالاخره داره دریچه‌های جدیدی باز میکنه
یا فریبه یا، ولی در هر صورت به قول معروف من برای پایم این کارو کردم. احساس کردم امروز 100 متر بیشتر رفته بودم برای هواخوری. باور کنید من دیگه بیکار که میشینم من پای چپم درد میکنه دیگه، من این گوشامو تکون میدم اینجوری از پشت و از جلو، اینجوری همین ماساژ میدم. من نمیدونم چه تأثیری داره، ولی در رابطه با این شاید بخندیم ولی واقعیت داره. میگم ببین من از بس به چشمام دارو ریختم، الانم داروی چشم که بریزم از گوشم میریزه بیرون. شاید بخندید، شاید نپذیرید، شاید، ولی واقعا این مشکل رو من خودم پیدا کردم و این بیماری منگرم که گرفتم از بابت چیز قطره های چشم بود که رخنه کردن و نفوذ کردن، گوشه میانی منو تکون دادن و 2-3 ماه در به در بودم، بیچاره شده بودم. حالا بگذاریم، حالا به انرژی مثبت بگیریم از آقای بنی نجار. بفرما استاد بنی نجار عزیز. بله بفرمایید. من در خدمتم. بفرمایید. من یک کار تقدیمتون میکنم. یک کار آوایی خوندن با ردیف سوخته، منم یک کاری با ردیف سوخته تقدیمتون میکنم. از آه آتشین تو پروانه سوخته، دریا به جوش آمد و دیوانه سوخته. یاران خمار جام تهی پیش میکشند، گفتند بی خیال که میخانه سوخته. ساقی بیا و جام ترک خورده را ببین، تر کن لبی به کوزه که پیمان سوخته. شور بهار و شوق پریدن به شاخسار، از شانه سر نپرس که تا شانه سوخته. با آتشی که در دل ققنوس شعله زد، صیاد و صید دام پر از دانه سوخته. از بس که قصه گو غم طوفان سروده است، آتش گرفته جنگل و افسانه سوخته. مردان این قبیله کجایند ای زنان، همت کنید همت مردان سوخته. دردم نهفته به ز طبیبان مدعی، از درد آشناست که بیگانه سوخته. تقدیم شما. درود بر شما، خیلی عالی. خوبم وام میگیری از شعرهای دیگه، خیلی خوب وام میگیری و خواستگاه خودتو، ذهنیت خودتو منتقل میکنی، این خیلی زیباست. و اما مطلعتو بخون بیت اولو. درود فراوان. از آه آتشین تو پروانه سوخته، دریا به جوش آمد و دیوانه سوخته. عاقل به جوش آمد و دیوانه سوخته. دریا نسبتی نداره در اینجا. پیشنهاد میکنم دریا رو به یه چیز دیگه به اسم بگیریم، شاید بله به اسم مؤنث بگیریم، شاید درسته. دوباره بخون. از آه آتشین تو پروانه سوخته، دریا به جوش آمد و دیوانه سوخته. خب اون وقت ببین دریا چون نمیتونه به عنوان اسم خاص یا اسم یه انسان اینجا مطرح بشه، مثلا ژینا به جوش آمده، اینجوری میتونی بگی که اون وقت از بابت انسیت بگیری، از بابت انتقال به انسانیت بگیری، یه اسم فریبنده نباشه، یعنی دو معنا نباشه. دریا هم میتونه دریا باشه، هم میتونه اسم دختر باشه، ولی به جای دریا یه اسم دیگری بذاری اون وقت روونتر میشه. من به عنوان شنونده بار اول به دریا رسیدم، همون دریای بحر. ولی الان که شما گفتی درست میاد. ژینا به جای الان ژینا مثلا خیلی، یا مهسا، چقدر اون وقت پروانه هم جنسیت پیدا میکنه، یعنی از جنسیت پروانه بودن به جنسیت انسان بودن برمیگرده در مثل اوله. این پیشنهاد منه. برای چشمت آمهران در خدمتی. دوستان خیلی خوش اومدین، همه دوستانی که تشریف آوردن خوش اومدین. آقای یوسف پرجک هم اینجا در جمع ما هستن، خیلی خوشحالیم ایشون اومده. استاد جهانیان تشریف دارن.
جهانیان، من حتما از حضورشون استفاده میکنیم. آقای بله جهانیان یکی آقای از سرمایه‌های جهانیان شعری عزیز. ما هستن. منتظرم 2 تا اجرا بشنویم، بعد حتما از اونا استفاده آقای خواهیم. طیبی تشریف دارن، دوستان زیاد هستن. یه خانمی هم هست، خانم اسمش یادم نیست، یادم رفت. خانم فراهانی خب در خدمتتون خیلی انسان هستیم. بزرگ. خانم خانم فراهانی بی‌نظیرن. خانم فرانی خیلی خوب، رفتن. خیلی خوب، در خدمتتون رفتن؟ هستم. هر کس درخواست بده، بذار آقا مهران یه برنامه اجرا کنه، بعد شعر دوم شما رو بشنویم، بعد جابجا میشیم. من یه ترانه از من درخواست عارف کردن، عارف رو براتون اجرا میکنم و خداحافظی کنم که جایگزین بکنیم. به صدا خوبه؟ بلنده. الان خوب شد، الان خوب شد، کم شد. خوبه خوبه خوبه. ای خدا، آه ای خدا، از سوی آسمونا گوش بده به درد من که میخوام حرف بزنم. واسه یک روزم شده سکوتم رو بشکنم. ای خدا خودت بگو واسه چی ساختی منو توی این زندون غم؟ چرا انداختی منو؟ ای خدا، آه ای خدا، از سوی آسمونا گوش بده به درد من که میخوام حرف بزنم. واسه یک روزم شده سکوتم رو بشکنم. ای خدا خودت بگو واسه چی ساختی منو توی این زندون غم؟ چرا انداختی منو؟ چرا هر جا که میرم در برون باره میشه؟ چرا هر جا دلیه میشکنه مثل شیشه؟ ای خدا حرفی بزن اگه گوشت با منه. این چیه که قلبمو داره آتیش میزنه؟ ای خدا، آه ای خدا، از سوی آسمونا گوش بده به درد من که میخوام حرف بزنم. واسه یک روزم شده سکوتم رو بشکنم. ای خدا خودت بگو واسه چی ساختی منو توی این زندون غم؟ چرا انداختی منو؟ ای خدا خودت بگو واسه چی ساختی منو توی این زندون غم؟ چرا انداختی منو؟ درود بر شما. ناز نفست منو یاد بازی‌های آسیایی انداختی.
مراسم افتتاحیه بازی‌های آسیایی و اختتامیه رو عارف خوند. یه اتفاق عجیبی هم در تاریخ ورزش یک بار اتفاق افتاد، اونم در بازی‌های آسیایی بود که قلدری شاه کارشو کرد و گفت مثلا فوتبال که 11 نفره، به جای اینکه قبلا یک مدال حساب میشد، فوتبال 11 تا طلا حساب شد، 11 تا مدال حساب شد. واترپولو ایران اول شد، واترپولو هم اونجا 8 نفر 8 تا مدال دادن اگه اشتباه نکنم. واترپولو ما هم اول شد، اونم 8 تا مدال حساب کردن. در تاریخ ورزش فقط یک بار اتفاق افتاده، اونم در بازی‌های آسیایی تهران. و اما یه مسئله خیلی جالب، 2 نفرم برای بازی‌های آسیایی به تیم ایران اومدن. یکی فرامرز آصف بود، پرش سگام میرفت، همین فرامرز آصفی که خواننده است. رکورد ایران آشوری القی بود، 14 متر و 70-80 سانتی، دقیقاً سانتی مترش یادم نیست ولی زیر 15. آقای فرامرز آصف اومد 17 متر و خورده‌ای پرید، تو آمریکا بود و هم رکورد ایران رو زد، هم به قول رکورد بالایی بود. یه نفرم به نام قائم مقامی رکورددار پرشبانیزه بود. ما مثلا قهرمان کشورهای سالهای سال بودیم، 350 360 پرشبانیزه عرض کنم خدمتتون قهرمان نفر اول ایران میشد. یه دفعه این اهل کاشون هم بود ولی در آمریکا زندگی میکرد، اسمش گفتم قائم مقامی اگه اشتباه نکنم. یه نفرم بود از خاندان پهلوی، اونم چیز بود، پرشبانیزه بود. اینا همشون بالای 4 متر بودن و به تیم ایران اضافه شدن. خیلی اتفاقات خاصی افتاد. اینم به یاد اون روزها من یادآوری کردم. اینو دوباره تاکید میکنم، در تاریخ ورزش فقط یک بار فوتبال یا گروه‌های تیمی به تعداد بازیکن‌ها مدال حساب کردن، در صورتی که در مسابقات رسمی مثلا المپیک نه فوتبال مثلا تیمی که اول میشه یک مدال حساب میشه. ولی در بازی‌های آسیایی ایران چون چین در کنار ما بود، گلدور بود، تیم‌هایی بودن که حرف برای گفتن داشتن، ولی خب مثلا ما در کشتی یا مثلا واترپولو استثنایی بود که مثلا ایران در آسیا اول شد، یا پینگ پونگ بازمون اسمش یادم رفت قهرمان آسیا شد. اینا استثنایی بود که با حضور بازیکن‌های چینی و ژاپنی یه دفعه دیدیم که ایران اسمش یادم رفت خدایا اومد اول شد. خیلی استثناءات داشتیم. اینم به یاد عارف و به یاد شما و به یاد عرض کنم بازی‌های آسیایی تهران که ما هم در اون گوش موشه ها بودیم و موقع جوان بودیم. الان صدت نمیتونم راه برم. آقا بگذاریم. خب آقای زنده باشین، زنده باشین. خب منو جابجا کنید با دیگر دوستان از حضور خداحافظی کنیم. خیلی خوشحال شدم که این فرصت به من داده شد که در خدمت مهران جون لذت بردیم. خیلی ارزشمند بود کارت، دستت درد نکنه. خدا نگهدار. خدا نگهدار. خب آقای مقدم کسی درخواست نداده، من الان تکلیفم چیه؟ کسی رو بیارم بالا؟ ما الان ازشون خواهش میکنیم که خب ببین الان کاش بانو فرانی میمدن بالا. آقای براری، استاد براری هم هستن. آقای خب درخواست بدم، من در خدمتتون هستم. دوستان عزیز، بزرگواران، ببینید درخواست دادن عیب نیست، درخواست دادن شکستگی نیست، خداوکیلی مشکل نتو دارید به خاطر اون میگیم درخواست بدین که ما شما رو دعوت کنیم دیگه. بالاتر از این بیا مثلا یکی اومد نه بزرگوارتر از آسرالله هم تشریف بردن. خب سرالله درخواست داد، منم دعوتش کردم. بذار سرالله بیاد بالا. خانم فرهانی هم کاشی میگفتیم میاد بالا. آقای مهران طیبی هم بودن. خب مهران طیبی خانم فرهانی میومد بعد از مدت ها میدیدیمشون. خیلی خوب. الان شما بخونین عرض کنم خدمتتون آقای بنی‌رضا، شما بخونین. شما و آقای داوودی رو میفرستم پایین. آقای داوودی رو یه جور دیگه بیارم بالا. تو حضور نداشته باشه من اصلا فلجم، تا چشمم به کله پرنور ایشون نیفته اصلا انرژی ندارم. یا حضرت عباسی سرالله داره بدجوری تاب میکنه. من مجبورم مقدم. آره آقای مقدم قوت قلبی هستن. خیلی خوب. پس شما ببین کسی رو دعوت نمی‌کنن. شما آقای بنی‌نجار بخونین. شما با آقا مقدم رو میفرستم پایین. آقا مقدم رو بعد دوباره میارم تا ببینیم تکلیف اون چیه باش دیگه.
من در خدمت، من حاضرم بدون خوندن برم که دوستان بیان نه 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 شما اعتبار ما هستی، باید بخونیم ما هم گوش کنیم. من یه کار خانوم کار میکنم که نخونده باشم. من نظرتون ببینید نظر کنم. آقا مقدم وسط حرف نزن، بذار صحبت ایشون تموم بشه بعد صحبت کن. بعد اینجوری کاری ممنون. مرگ بر خشکش. وافه اجازه بدید من حرفمو بزنم. آقای بنی نجار تا شما بخونید من میرم پایین. خانم فرهانی همشهری بنده است، ایشون باید بیاد بالا ازشون بشنویم، من پایین گوش میکنم بعد دوباره میام بالا. اصلا بسیار انسان بزرگواری هستن خانم فرهانی. بسیار فرهانی همشون همینن آقای فرهانی. بله دیگه فرهانی های بزرگ. خب خانم فرهانی درخواست نداده، منم نمیبینمش. بذار ببینم. یک کامنت گذاشتن فرامرز آصف مرد قابل تقدیری است در همون صحبت‌های شما. بله فرامرز آصف رکورددار پرشتگام ایران بود. در همون صحبت شما اینجوری فرمودن. دستش درد نکنه. خب آقا شما بخونین. چشم. به جسمت قیمتی غیر از لباس لی نمی بینم، به فکرت عقل خشخاشی ابوالفضلی نمی بینم. برایم اونقدر بی ارزشی والله باور کن که حتی صورتت را در خور سیلی نمی بینم. برو فکر بکن فردا جوابی سخت میگیری. خلافت کمتر از پینوشه در شیلی نمی بینم. کسابت کاشتی گویا مروت را درو کردی، ترحم در وجودت قدر 1 میلی نمی بینم. کلاهت را بکن قاضی، چه کردی با رفیقانت؟ کنارت چهره‌ای جز صورت نیلی نمی بینم. کجایی با که هستی فکر ما را می کنی یا نه؟ شما را جز زمانی مست و پاتیلی نمی بینم. پدر هر شب به دستش نان خشکی می رود منزل، به بیت بینوا آذوقه زنبیلی نمی بینم. از آن روزی دکل بین وزیران ماست مالی شد، میان بازی شطرنج هم فیلی نمی بینم. وطن گویا شده تا خرخره مقروض بعضی ها، به غیر از مدعی جنگ تحمیلی نمی بینم. همیشه سلطنت از ایلها چون بید می لرزید، تفنگ و جرأت و شمشیر در ایلی نمی بینم. نمیدانم میان دوستان دشمن چه ها کرده. تفاهم داخل اکراد اربیلی نمی بینم. چگونه مفت شد دین خدا در دست مفتی ها، کلام حق شده تعریف انجیلی نمی بینم. تقدیم شما است. درود بر شما، دست شما درد نکنه. مثل اینکه آقای جوانشیر رو یه نفر دیگه هم اومدم بالا، در صفحه من نیستم ولی من دعوتشون کردم. آقا جوانشیر خب من سلام شب بخیر، حالتون سلام، خیلی خوش. ارادتمند. تصویر من نیستی ولی حضور داری، خیلی خوش اومدی. عرض کنم خدمتتون در رابطه با آقای فرامرز آصف، من یه خوب خاطره دوباره از همین اردوی آسیایی دارم. ما 1 سال اردوی تیم ملی بودیم برای بازی‌های آسیایی. تو منظریه یه تشکیلاتی بود که بعدم بیت امام و اینا اونجا شد و اینا از اونا بود دیگه. یعنی منظریه جای خاصی بود، پذیرای خوبی بود. ما بودیم، فوتبالیست‌ها بودن، وزنه‌بردارا بودن. یه روز تو ایرج دانای فرد آب میوه گذاشته بودن. آقای نصیری، محمد نصیری، وزنه‌بردار قهرمان جهان، رفت آب میوه بخوره. اسم دارم میارم دیگه، ایرج دانای فرد گفت مال فوتبالیستا شما نباید بخورید. گفت برو بچه جون برو. نصیری هم کوتاه قد بود ولی قهرمان جهان بود.
گفت برو بچه جون. خلاصه درگیری بالا گرفت و اردوها رو عوض کردن، یعنی وزنه بردارها دونده ها رو آوردن هتل دیاموند میدون هفته تیر فعلی، هتل دیاموند. من معذرت میخوام، اینم خاطرات دارم تعریف میکنم دیگه. اونجا یه توالت فرنگی بود، یه توالت ایرانی بود، بقیه توالت فرنگی بود. اون موقع توالت فرنگی ها الان از پهلو آب میزنه، اون موقع از پایین میزد. آقا سر یه هفته همه خارش گرفتن، همه اردویا اردونشینا همه خارش گرفتن، اعتراض کردن و اینا. قوام شاهکار هم یه کاره شاه بود، یه همه کاره ورزش بود. خود برادر شاه هم رئیس کل این مسائل ورزشی بود. بلافاصله ما رو بردن امجدیه اتاقهای تو در تو بود. اتاق اول مثلا ما تیم تبریزی ها نفرات تبریزی بودیم، اتاق دوم فرامرز تو در تو بودیم، میمدن از اتاق ما رد میشدن. فرامرز آصف و رضا انتظاری خدا رحمتش کنه، محمد وجدان زاده الان هم هست در تبریز خدا حفظش کنه، و یه نفر دیگه تیمور قیاسی. این 4 نفر هم اتاق داخلی ما بودن، در هر اتاق 4 نفر بودیم. اتاقا تو در تو بودن. اتاقهای داخلی مال بزرگترا بود، اتاقهای کناری مثلا که به در ورودی میخورده از مقابلش رد میشدن اینا، ما هم در اون اتاق بودیم. فرامرز آصف هم تو اتاقی بود که اتاق اندرونی ما بود. اینم خاطره ای از اون دورانو تقدیم به شما و یادآوری شد دیگه. من نمیدونم هست دیگه، یه خاطرم بعد تعریف میکنم. استاد جونم، من اجازه مرخصی منو صادر میکنی؟ شما بزرگواری کردی، افتخار دادی، حتما برای استراحت برو. اگه اینجا بودی من در خدمتتون هستم. خانم زینب بیوتی شاپ، من خودم میفرستم شما رو. خانم زینب گفته شما چه نسبتی با شهریار داری، چرا علاقه داری؟ خب من 20 سال شاگرد شهریار بودم، من تنها شاعری هم که از شهریار تخلص دارم. فکر میکنم دیگه بالاترین پوانی که یک شاعر میتونه داشته باشه اینی که مورد تایید عرض کنم خدمتتون استاد شهریار بوده باشه. همین. خب جناب جوانشیر در خدمت شما هستم. قربون شما، زنده باشین. امیدوارم که همیشه سر حال و سلامت باشین و همه دوستانی هم که تو این اتاق هستن هر جا هستن سلامت باشین. درود بر شما. ما گوش میدیم، اگه چون نظرتون نقد و بررسی نباشه ما اصلا حرف نمیزنیم. اگه نظرتون نقد باشه عرض کنم خدمتتون در خدمتتون هستیم. زنده باشین. من یه قطعه شاید 4-5 دقیقه طول بکشه باشه. من اگه بخوام 2 تا شعر بخونم همین یه دونه رو میخونم و محضرتون مرخص میشم. بفرمایید. آقا سلام و درود. سلام آقای داوودی مقدم عزیز. اراده. آقا داوودی رفت پشت پرده. خیلی مخلصم. رضا سلام علیک بکنن. آقای استاد یوسفی نازنین رو من دارم، شما رو ندارم، جناب داوودی مقدمم ندارم، ولی همتون رو دوست دارم و سلام میکنم. منم خوشحالم که بالاخره آقای مقدم نیست، استاد یوسفی هستن، بالاخره سرتون نور و برق نیاز لایو ما رو ایشون اهدا میکنه و ما خیلی ممنونیم که من میخوام چشم شما اذیت نشه، شما چشم درد دارید. خب من سلام ویژه میکنم خدمت همه عزیزان، خصوصا اساتید گلی که اینجا هستن و جناب استاد یوسفی نازنین. استاد یوسفی شما هم سلام علیک بکنید. قهر کرد استاد، بیچاره حرف زده. استاد اب نداره دیگه، تکرار نمیشه. بگو درود در شما. شر به پا نکن، بین ما رو نفاق ننداز. من و استاد یوسفی مال یه مکتبیم، بشین سر جا. آقای یوسفی چهره بچا. سلام سلام. خوش اومدی استاد. زنده باشید. کچل خودت آقای ما میگیم آفرین. ما میگیم سرتون نور داره، نور سر شما به ما انرژی میده. همینقدر. قربانم سلام آقای تمام
عزیزler که لایوda حاضر سلام. خلاصه çok ممنون. آقای جوانشیر شعر بخور. آقای جوانشیر بفرما. بفرما. چشم. اساتید همه دوستان کهنه‌ای هستند و عیار دوستیشون خیلی بالاست، با هم رفاقت‌های دیرینه دارن، شوخی میکنن دوستان. خب این چیزی که میخوام بخونم مال عمران صلاحیه و خب دوستانی که تهران زندگی کردن و با محله‌های پایین شهر تهران بیشتر آشنا هستن ارتباط بهتری باش میگیرن. امیدوارم حوصله کنید و این 3-4 دقیقه رو بر من ببخشید. من بچه جوادیم، من بچه منیریه، مختاری، گمرک، فرقی نمی کند. این رودهای خسته به میدان راه آهن می ریزند. میدان راه آهن دریاچه‌ای بزرگ، دریاچه‌ای لجن، با آن جزیره‌اش و ساکن همیشگی آن جزیره‌اش. گفتم همیشگی. آب از 4 رود می ریزد: رود جوادیه، رود امیریه، سیمتری، شوش و بادبان گشوده بر این رودها نکبت. میرانم با قایق نشسته به گل، من بچه جوادیم. از روی پل که میگذری غمهای سرزمین من آغاز می شود. ای خط راه آهن، ای مرز، با پرده های دود چشم مرا بگیر. مگذار من ببینم چیزی را در بالا، مگذار من بخواهم، مگذار آرزو در سینم دواند ریشه، مگذار. ای دود، یک روز اگر محله ما آمدی همراه خود بیاور چتر را. اینجا هوا همیشه گرفته است، اینجا همیشه ابر است، اینجا همیشه باران است، باران اشک، باران غم، باران فقر، باران کوفت، باران زهرمار. اینجا هوا همیشه بارانی است. وقتی که باران میبارد یعنی همیشه باید دعا کنیم و از خدا بخواهیم نیرو دهد به بام کاهگلی من. باید دعا کنیم دیوارها تابوت سقفها را از شانه بر زمین نگذارد. باید دعا کنیم که از درسهای سقف آوای اضطراب قطره باران در تشت ننشیند. باید دعا کنیم همراه مادر که 2 دستش هی تیر میکشند، همراه مادری که 2 چشمش میسوزند و چند تکه پیرهن کهنه افتاده در کنارش پاره. کشتارگاه در آخر جوادیه، این سوی نازی‌آباد، و مردم محله من هر صبح با بوی خون بیدار می شوند. در بوی تند شاش و پهن. اینجا بهار بینی خود را می گیرد. سگ‌های نازی‌آباد در بوی لاشه های کهن عشق می کنند. میادگاهشان کشتارگاه. انبوه گوسفندان تصویر کوره های آدم سوزی را در ذهنم بیدار می کنند. از دور آه تیره آدم ها از توی کوره های آدم سوزی. انگار باید همیشه غم آجر بر روی آجر بگذارد. من بچه جوادیم. وقتی درشکچی شلاق میکشد
خطی کنار صورت من رسم می شود. در گمرک امیریه وقتی بودیم در کوچه قلمستان درس می خواندیم و عاشق بزن بزن بودیم. با بچه های مدرسه دیگر در کوچه های خلوت دعوا می کردیم و با لباس پاره می آمدیم خانه. در روزهای خسته تابستان شاگرد می شدیم. در پیش یخ فروش، میوه فروش، لحاف دوز، قصاب یا که نجار و پولهایمان را در سینما نور خرج می کردیم. در سینما یا سود بلبلی بود یا فوش خوار مادر یا دعوا و شنیدن آهنگ ها و صفحه های قدیمی. شبها میان کوچه میخواستم مانند تارزان از رشته های نور بگیرم و از این طرف به آن طرف بروم و مثل صاعقه بر دشمنان خیش فرود آیم. شبها که روی ایوان میخوابیدیم در عالم کرات و ستاره ها بودیم و ابرها مقابل چشمانم صد شکل می شدند. در غرفه های ابر چه دنیایی بود. در این محله اکثر مردم محصول ناله های قطارند، زیرا که نصف شب چندین بار هر مادر پدری از خواب می پرد. می فهمید که سوت قطار یعنی آن بچه ای که تیر و کمانش چشم چراغ های محل را کاسه ده می آورد. سوت قطار مساوی است با بچه ای که توپ گلینش بر قامت تو مهر باطله خواهد زد. اینجا قطار زندگی مردم است. با سوت او به خواب فرو می روند، با سوت او بیدار می شوند. اینجا قطار مونس خوبی است. من بچه جوادیم، من عاشق سوتم. صدای قطار، هر شب قطار از تونلی که خاطره هایم درست کرده میگذرند. وقتی قطار میگذرد در ایستگاه خاطره هایم میایستد چون جمله‌ای به حالت مکس. انبوه خاطراتم با جمله طویل قطار، با جمله طویل قطار و خط راه آهن هر شب نوشته می شود و پاک می شود. وقتی قطار می گذرد من مثل مرد سوزنبان از دخمه‌ای که بر لب خط است پا می نهم به بیرون تا خط عوض کنم. وقتی قطار می گذرد چون پیرمرد سوزنبان چشمان خسته خود را در دست خود گرفته تکان می دهم تا کورسوی فانوسم در سرگردانی گم گردد. وقتی قطار می گذرد من بر سطر تقاطع خطها در تاریکی می گریم. من با قطار الفت دیرین دارم و در مسیر آن صدها هزار خاطره شیرین دارم. وقتی قطار می گذرد در ایستگاه خاطره ها می ایستد و خاطرات کهنه مثل مسافران شتابان از هر طرف سوار می شود. وقتی قطار می گذرد، وقتی قطار می گذرد، وقتی قطار می گذرد. من بچه جوادیم. در این محل هنوز در این محل هنوز هم موی سیبیل پیمان محکمی است و تکه های نان سوگند استوار. با آنکه بچه ها و جوان ها از نسل ساندویجند و روز و شب دنبال پوچ و هیچند، بر بام ها رویده شاخه های فلزی. بر بام ها باد دروغ میوزد، موج فریب میگذرد و شاخه های خشک فلزی از این هوای تار و دروغین سرشار میشوند و پربار میشوند. این شاخه های خشک فلزی با رشته ها و ریشه های شیشه ایش خود از مغز ساکنان این محله غذا میگیرند. به شاخه های خشک فلزی حتی کلاغ ها هم مشکوکند. بر بام ها
شکوه کبوترها دیگر نیست، زیرا کبوتران مغلوب مرغ‌های فلزی گشتند. از روی شاخه‌های فلزی اینک عبور مرغ‌های فلزی است. اکنون کبوتران در سینه ملول کفتربازان می‌لرزند با دست و بالی زخمی. من بچه جوادیم، من هم محل دزدانم، دزدان آفتابه. من هم محل میوه فروشان دورگرد، من هم محل دردم. این روزها دیگر چون بشکه های نفتم، با کمترین جرقه میبینی ناگاه تا آسمان هفتم رفتم. با کمترین جرقه میبینی ناگاه تا آسمان هفتم رفتم. درود بر شما. اسم شاعر دوباره اسم شاعرش که بفرمایید. عمران صلاحی. بله، عرض کنم خدمتتون عمران صلاحی از دوستان عزیز ما و همشهری ما بود. ما با هم دوست بودیم. چند وقت پیش خواهرش یه پیامی به من داد، گفته شما که در ترکیه هستی این پیامو منتقل کن به تمام دنیا که عمران صلاحی رو قلیانش رو سمی کردن و کشتن. جهت اطلاعاتون. و من همینو در فیسبوک هم دارم، میتونیم ببینید. خواهر عمران صلاحی با من تماس گرفت و این خبر رو داد. این یک. گفتین قلیونشو؟ آره، قلیونشو سمی کرده بودم و قلیونو کشید و مرد. آره، این جهت اطلاع. دوم مطلب، علی آقا جهانیان. آقای علی جهانیان، من دخترم اینجا، سلباز تو را به جون بابا، تو را به جون بچه هات، اگه من دروغ میگم این حرفا رو بنویس که بابا دروغ میگی. همینجا الان کامنت بذار، منم منتشر میکنم. آقای جهانیان، بنده زندانی 336 بودم. کتابی هم دارم به نام 336. وقتی مادرم برای ملاقاتی من اومد، من و 2 نفر زیر، من که قهرمان آسیا بودم، 2 نفر زیر بغلمو گرفتن، تو 3 پله کانتینر رو بردن. رفتم روبروی مادرم گفت این پسر من نیست. من هی میگفتم آبا منم. علیرضا میگفت پسر من قهرمان، این آب شده، این بچه پسر من نیست. یعنی من اونقدر شکنجه شده بودم. جهت اطلاع آقای جهانیان. البته استادشون عذرخواهی کردن. نه گوش کن، بذار حرف من تموم بشه آقا، بعد بگین لطفا. بفرمایید. اونقدر منو شکنجه کرده بودند که مادرم منو نشناخت. این یک. بعد یه ملاقاتم منو با خانوادم دادن. این سلماس که الان پایین، دخترم کوچیک بود، اونا رو همه رو نشونده بودن تو کانتینر. دخترم که بالا بود، بعد از پنجره میدید و من آوردن پای پله، چشامو باز کردن، دوباره نتونستم اون 3 پله رو برم. منی که قهرمان ایران بودم، 11 سال عضو تیم ملی بودم، 3 پله رو نتونستم برم بالا. کمکم کردن تا بالا رفتم. بعد از زندانم همین دخترم لیلا لطفاً جواب بده. میگفت بابا چشاتو چرا بسته بودم؟ آقای جهانیان، شکنجه هایی که من دیدم 1000مش شخص شما ندیدی. کتاب 336 منو شما واتساپ به من بفرست، من کتاب رو بفرستم ببین چه بلاهایی سر من آوردن. بعد از اینکه آزاد شدم 15 روز برای من خانواده همون گوسفند کشتن، مهمونی دادن و اینا. قبل از زندان من 72 کیلو بودم. بعد از 15 روز که این همه از من پذیرایی کردن 48 کیلو بودم. آقای جهانیان، من بعد از زندان وقتی میرفتن توالت، خانمم باید تا داخل توالت با من میومد چون میترسیدم. اونقدر انفرادی کشیده بودم، اونقدر شکنجه شده بودم، اونقدر شلاق خورده بودم، اونقدر گونی به سرم کرده بودن، زده بودنم که همه چی یادم رفته بود. تلخی‌هایی که من در زندان دیدم، نمیدونم برای 1 ساعت هم هر کس زندانی بشه سخته، ولی تلخی‌هایی که من دیدم خیلی بدتر از شما بود. از من میخواستن که اعتراف کنم، بگم فلان کس مثلا توده‌ایه، فلان کس مجاهده، فلان کس فداییه. من
هرگز اینو قبول نکردم. شلاقش خوردم، کتکش خوردم و تحمل کردم. آزادی منم مربوط به این میشه که شهریار، یه استاد شهریار نامه‌ای به رفسنجانی نوشت، هادی شهریار، هوشنگ ابتهاج، سایه و من، ما ستا رو درخواست کرد از زندان آزاد کردم، وگرنه حالا آزاد نمی شدیم. و من این تلخی‌های زندان رو دیدم. در هر صورت شما چه به اعتراف اجباری کرده باشین، چه در هر صورت فیلمی از شما منتشر شد که به قول معروف توبه نامه بود، تعارف نداریم. حالا چه با اعتراف اجباری چه با چیز، فیلمی که پخش شد فیلم خوبی نبود. الانم میگم فیلم خوبی نبود. دخترم سلماس، تو را به جون بچه ها، تو را به جون من، تو را به جون مادرت، اگه یک کلمه حرف من دروغ بود، اشتباه بود، شما بگو. پس آقا ما هم به اندازه کافی کشیدیم و کتاب 336 هم پی دی افشو برات میفرستم، ببین بخو، ببین چه کردن. یه خاطره تلخ هم بگم که در زندان من چه کشیدن. یه روز ما همیشه چشم بسته بودیم، روزی 3 نوبت دستشویی داشتیم، 1000 تا مصیبت دیگه داشتیم. یه روز منو بردن اتاق بازجویی، در اتاق بازجویی رو باز گذاشتن، دیدم از اتاق بغلی صدا میاد، سلما صدا نکن، یاشار درست بشی، هادی اله بکن. بعد یارو اومد بازجوی من گفت چه زن بچه تا آوردی، میخوام همتون رو با هم اعدام کنی. من این زندان رو دیدم، من تو این زندان بودم. در صحبت‌های من یه رمزی پیدا کردم، دیدم که اینا خانواده من نیستن، دیگه نگران نشدم. ولی همون روز من 40 ضربه شلاق خوردم، شلاقم به پامو میزدن. بعد اینکه شلاق میزدن دمپایی رو میپوشوندن، چشمند رو میذاشتن تو، راه رو ما رو میبردن از این سر تا اون سر که این تابل هایی که به پامونه از بین بره. من این سختی ها رو دیدم. تمام تکیه‌گاه من در طول زندان این بود که در سلول انفرادی که من بودم، زیر رنج ها یک کلمه یه زندانی قبل از ما نوشته بود و هر چیه دمش کرد نوشته بود: برادر شجاع باش، نترس. من قبل از هر بازجویی اینو میخوندم، میرفتم بازجویی. ما اینا رو دیدیم. در هر صورت تلختر از شما زندگی کردیم، در هر صورت سخت‌تر از شما زندگی کردیم. در دوران خدمت من 19 بار ایناش، دخترم اینجاست دیگه، 19 بار منو منتقل کردن. هیچ وقت رنگ آرامش به خودم ندیدم، ولی نه قلممو گذاشتم، نه قلممو شکستم، نه کوتاهی کردم. من هر چی از دستم میومد برای فرهنگمون کردم. همینقدر. اینم دفاعیه من. یه نفر آقا شما اصلا نیاز به دفاعیه نداری عزیز. نه خواستم روشن بشه. میگه شما ندیدید، شما ندیدید. اجازه بدین حرفام تموم بشه. آره بگو آقا. نه دیگه آقا شما داری مرتب حرف میزنی، ما هم حرف بزنیم. اون بحثم تموم شد. من میگم که اصلا چرا شما میخوای از خود دفاع کنی؟ نه خواستم جواب علی آقا جهانیان رو بدم که یه نفر رو بخوای قانع کنی. نه اصلا نه خواستم علی آقا بسیاری از چیزایی که استاد عزیز شما بسیاری از حرفایی که تو لایوها میزنی، من دارم گوش میکنم دیگه، من پای ثابت کاراتم، بسیاری از حرفایی که میزنی تکراریه، 100 بار گفتی. شما برای اینکه یه نفر حالا حالیش نیست و توضیح اضافه میخوای برای همه دوباره توضیح بدی. آقای جوانشی، من میگم توضیح برای چی میدی؟ شما اصلا نیاز به دفاع نداری. شما وجودت، بودنت، اجازه بده جناب داوودی، بودنت، وجودت، سفر، اصلا بحث این نیست. دقیقا همینه. نه آقا این نیست. دقیقا همینه. شما ساکت باشین. شما ساکت باشین. لطفاً ساکت باشین. من دارم حرف میزنم. من دارم صحبت میکنم. همش میخواین خودتون حرف شما بزنید. پریدید وسط حرف من. من چیزی نگفتم که. لطفاً یکی حالا باز حرفا رو نزد آخر اصلا بحث این نیستش که آقای جهانیان میگه آقا من یه اومدم یه اعتراف اجباری کردم، آقای وافی یه قضاوتی کرده، آقای وافی اینو باید توضیح بده. اصلا این حرفا نیستش. به ما چه مربوطه؟ به ما چه مربوطه؟ این بحث 2 نفر است، تو دایرکت برن تا صبح بشینن در موردش صحبت کنن. اینم نظر آقای جهانیان اجازه نداره توی یه صفحه ای که الان 20 نفر آدم نشستن پاش یه سوال اینجوری مطرح کنه. یعنی چی؟ آقای وافی باید هر شب بیاد اینجا توضیح بده برای همه؟ خب آقای جهانیان از شعرهای بسیار بسیار خوب ما هستن. من کاری ندارم ایشون کیه. ایشون هر کی هست برای خودش هست. هر کسی برای خودش هست.
و حق داره. من اصلا بحثم با ایشون نیست، اصلا ایشونو من کاری ندارم، نمیدونم کیه. من دارم به آقای وافی میگم عزیز دل من، دوست من آقای وافی، دلم میخواد الان تو واضح و شفاف بهش بگم بسیاری از خاطره ها و حرفایی که شما جناب وافی تو لایوات میزنی خود من شخصا 20 بار شنیدم. چرا اینا تکرار میکنی؟ برای اینکه یه نفر میاد اونجا یه چیزی ول میده میره، میخواد ذهن تو رو درگیر کنه، میخواد حال تو رو بگیره، میخواد بگه تو عددی نیستی، در صورتی که خودش عددی نیست. نه منم اینو چرا متوجه نمیشی؟ ما هیچ کدوممون عددی نیستیم. خب آقا عرض کنم خدمت، چون سوال کرده بود توهین نمیکنم، میگم عددی نیست. دوباره هم میگم توهین نکنید آقا. هر لاشخوری که نمیتونه ادعای اینو بکنه که من آدم درستی هستم، اصلا مشروعیت سیاسی ندارن این آدما. شماها باور میکنید. خب آقای جوانشیر، یه خانمی در رابطه با شعر شما نوشته بود که منو یاد نصرت رحمانی انداخت. دوستان بله خیلی شباهت داره. بدونین نصرت رحمانی یکی از شجاع‌ترین شاعرها بود. شما حرف خودتو بزن آقای داوودی. آقا تمومش کردیم آقای جوانشیر. شما هم مشروعیتی نداری. شما مشروعیتی نداری آقای جوانشیر. من مشروعیت ندارم، ادعا ندارم، هیچ ادعایی ندارم. شما اصلا ربطی نداره. به من هیچ ربطی نداره، اما اون چیزی که من میگم به تو هیچ ارتباطی نداره. هیچ ارتباطی نداره حرف بزنی. تموم شده رفت. تمومش کنین لطفا. آقای احترام نذار عزیز من. آقای نذار احترام. تو اصلا نمیفهمی احترام یعنی چی. هنوز شعور اینو نداری که بفهمی من چی دارم میگم. بیشعور احمق. حتی دهنش میاد میگه تمومش کنین آقا، تمومش کنین، خیلی زشت شد کار. آقای جوانشیر، آقای داوودی مقدم، تمومش کن. خانم آقا خانمی به نام ادب ایشون. آقا تمومش کن دیگه آقا مقدم، تمومش کن. من اگه دسترسی به دوتاتون داشتم دوتاتون رو میفرستادم استراحت کنیم، ولی دسترسی به من بحثم با این نی، دارم به اون میگم. خب گوش کنید لطفا، گوش کنید. زپی میپره وسط. تو برو اون آوازخونه بگرد، برو تو اون لایوای لاشیا بگرد. آقای نصرت تو چه اینجا؟ تو اصلا کی هستی؟ میخوای بریزم رو دایره؟ آقای جوانشیر، آقای نصرت رحمانی از شعرهای شجاع و نترسی بود. شعرهایی که تابو شکنی رو به قول معروف رعایت کرد، شاعری که تابو شکنی رو رعایت کرد، عرض کنم خدمتتون آقای نصرت رحمانی بود و سبک خاصی هم در کار داشت که در ادبیات ما منحصر به ایشونه. از خدایا تو بوسیده ای هیچگاه لب سرخ فام زنی مست را، ز وسواس لرزیده دندان تو به پستان کالش زدی دست را. خدایا تو لرزیده ای هیچگاه به محراب کمرند چشمان او، شنیدی تو بانگ دل خیش را. حالا شعرهایی در این حال هوا گفت که مغلوب و منکوب و مغلوب و عرض کنم منفور حکومت شد، ولی شاعری بود که تابستانی کرد و خیلی هم کارش ارزشمند بود و اخیر تازه مرده، 5-6 سال مرده، خدا رحمتش کنه، آدم بزرگی بود. همه گوش میدیم به فرمایشات استاد یوسفی عزیز. بفرمایید. بقیه آقا من با عزتون مرخص میشم. درود بر شما. مقصدتون جناب یوسفی، با عزتون. دوستانی که میگن من بیادبم، آره من آدم بیادبی هستم. اگر این بیادبیه، من شفاف و صریح صحبت میکنم. درود بر شما. تمومش کن. اصلا دلیل نداره آدما رو بخوام تحمل کنم. برای چی باید تحملشون کنم؟ حرف زشت. خب تمومش کردیم. استاد یوسفی شروع کن. من دسترسی به شما ندارم چون در پشت پرده ایم، در صفحه ظاهری منم نیستیم، نمیتونم کاری بکنم. آقا شبتون خیلی بزرگواری کردی، عصبانی هم نشو، مهم نیست. بفرما استاد یوسفی. آقا منم دیگه میرم، چیزی نمیخونم. خیلی هم موظف هستم، ناراحتم. این دوستانی که همه دوست ما هستند اینجا تایش نبود حرفاشونو بزنن. خیلی بد شد. بله کار بدی شد. انجمن ادبی شهریار است، شعرخوانی هست،
در مورد شعر گفتن حرف میزنید، این یه چیز دیگه. نه اومدین اعصاب یکدیگر رو خراب بکنید. من دیگه نمیتونم تو لایوی بمونم که دوستی حالا دارن فضا رو یکدیگر عوض کن توهین استاد، بکنن. شما چرا این کار میکنی؟ فضا رو عوض کن، یه شعر عاشقانه بخون، فضا رو عوض کن. فضا عوض دیگه. وقتی که آقای واپی من در جریانم که شما توسط استاد شهریار آزاد شدید، همین نامه هم که نوشته من در جریانم دیگه. شما و سایه هر دوتاتون بله به وسیله قلم به نامه استاد شهریار حالا آزاد شدیم. از این حرفا برد. حالا یه خاطره شیرین تعریف کنم. میذاره لطفاً بگو حرفای سیاسی نزنند، در دلهای سیاسی نکنند، حرفایی که شخصی هست تو دایرکت به شما بگن. همه شما بزرگوار هستید، همه شما عزیز هستید. آقا یک بار یه خاطره شیرین براتون تعریف کنم. یه خاطره شیرین از این حس آدم میپره آقای وافی. آدم دیگه حس نداره بخونه. خب حالا گوش کن تا حست خوب بشه دیگه. این خاطره رو یه روز به من گفتن پنجره رو باز کردن، یه پنجره آهنی بود، چشمنده انداختن، گفتن وسایلتو بردار. وسایلمو برداشتم، به جایی که به طرف اتاق بازجویی ببرم منو یه جای دیگه بردن، با یکی هم اتاق شدم. به نام محمد بود، اعدامی بود، منتظر اعدام بود. خلاصه صحبت که کردیم و اینا، من گفتم شاعرم و اینا. گفت سایه رو میشناسی؟ گفتم آره. گفت سایه تو راهروه. سایه تو راهروه. بعد پاهاشو گذاشت، ورزشکار بود، میگفت قهرمان جهانم، قهرمان تکواندو جهان بود، ولی دیوونه شده بود در همون سلول و خیلی هم روزای سختی بود. من وقتی با اون هم سلول بودم، چون میگفت من یه دفعه کف کردم میکشمت، حواست باشه. من این سختی ها رو کشیدم. پاهاشو گذاشت یه طرف دیوار، دستاشو یه طرف، رفت بالا از اون نردا، گفت سایه سایه، علی وافی اینجا، شاگرد استاد شهریار. این تموم شد. بعد ظهر که شد، معمولا ساعت 2 اخبار رو باز میکردن، گوش میکردیم. 5 دقیقه زودتر باز میکردن. ایران ای سرای امید و میخوند. شجریان خونده، شعر سایه هم بود. اون محمد به من گفت میدونی این شعر سایه است؟ گفتم نه، واقعا نمیدونستم. گفت این شعر سایه است. سایه خودش در سلول تو راهرو بود، ما تو سلول در زندان تو راهرو بود، 336 ما داخل بودیم. خلاص ما رو 3 نوبت میبردن دستشویی. موقع رفتن چشمندو میزدیم، محمد دستشو میگذاشت پشت چیز زیر گردن نگهبان، منم دستمو میذاشتم به قول روشونه محمد، میرفتیم دستشویی. 5 دقیقه بعد میومدیم، یه دفعه دیدم محمد وایسا، گفت سایه سایه، علی وافی اینجاست، شاگرد استاد شهریاره. من زیر چشمی، از زیر چشم سرمو بالا کردم، دیدم سایه روی پتو نشسته تو راه رو، برای اینکه شخصیتشو خورد کنن اونجا بود. بعد سایه رو تو سلول نبرده بودن، تو راه رو میخواب. هوا هم خیلی سرد بود، ما هم فقط یه پتو داشتیم با یه ملافه. من خودم ملافه رو مینداختم زیر با پتو که برای اینکه سردم نشه تو اون سلول. این ایامو داشتیم. اینم خاطره بود از سایه و من و زندان 336. حالا یه شعری بخون، عشق است. استاد بفرما. دردا که هوای دل من سرد و خراب است، دردا که هوای دل من سرد و خراب است. از هجر تو ای دلبر من دیده پرآب است. ساغر به سرش غلط زد و باده فرو ریخت، گویا که در این دیر خود باده خراب است. دیوانه ام و مست از آن دیده معشوق،
یاد از آن دیده که چون جام شراب است. لذت ندهد ساز و دف و نای نیستان هر جا که صدای شرر و عود و رباب است. مستانه بیا مست گذر از سر کویم، خاک سر این کوچه معطر به شراب است. از دیده شهلای تو دارم شرر عشق، ای صاحب جامی که در آن باده ناب است. بر سوز صداهای دلم گوش فرادار، وقت سفر و رفتن یوسف بشتاب. نازنین دست درد نکنه، خیلی بزرگواری کردیم، ممنون. من برای اینکه این قائله ها دیگه نباشه، هر کدوم از دوستا تمایل دارن تو واتساپ یا تلگرام به من پیام بدن، من کتاب 336 رو هدیه میکنم به اونا با افتخار، که دیگه به قول آقای جوانشی دیگه بعد از این در این مورد بحث نکنیم. ولی چون اون آقا گفت که من خبر ندارم از حال او، من خواستم اون بدونه که ما بدتر از اونها رو دیدیم. نوید اومدی بالا؟ درود جناب وافی عزیز. خیلی خوب نوید جان، تا صدات خوبه شروع کن. من یه درود خدمت عزیزان. استاد وافی جونم. من میخوام برم، شما راحت باشید. هر چطور راحتی، معذب شدین، معذرت میخوام، پیش اومد، منم نمیخواستم اینجوری بشه، نباید بی حرمتی میشد، کار به بی حرمتی کشید. سردردم گرفتم، ناراحتم هستم، نمیتونم دیگه. خب ببین من چه میگم دیگه. من رج و پوست و استخوان شما رو میشناسم، ناراحتم دیگه. من رفتم آقا قربان شما. خیلی افتخار دادی استاد، دستت درد نکنه، بازم آرامش دادی به ما، دستت درد نکنه. بله خدا نگهدار. آقای بابا طوفان، من تو رو دعوت کردم، پین شدی، لطفاً بیا بالا، از پین در بیای. نوید جان شروع کن. در دل تقویم ها پیداست شادی سوخته، کامیابی از رواج نامرادی سوخته. مرگ چون آغاز تاوان خطای بنده است، از عبودیت روان هر عبادی سوخته. یاد آزادی کند سلول خاکستر شده، اجتماع پیکرم در انفرادی سوخته. گوهر پاکم ولی چوب حراجم میزنند، بی خریدارم بهایم از کسادی سوخته. خاطرم تا می رود اشکی به ناکامی زند، ناگهان سر می کشد آه از نهادی سوخته. کیستم من آتشی کم نور و بی نور و نشان، شعله ای از سوز تنهایی زیادی سوخته. مهربانی دین من، آزادگی آیین من، غیر از این در باورم هر اعتقادی سوخته. در میان تیر روزی می کشد خورشید را، پنجه های آتشینم با مدادی سوخته. کو فرانک تا بسوزاند پر سیمرغ را، تا فریدونی درآید از نژادی سوخته. تقدیم به شما. درود بر شما، دستت درد نکنه، ممنون. دیگه انرژیامون رفت، دوستان نیستن، منم پوزش میطلبم. آقای بابا
طوفان من شما رو دعوت کردم، نمیتونی بیای بالا. اگه میتونی بیای بالا به احترام شما من وای میستم، اگر نه منم متاسفم که این اتفاق افتاد، نباید کار به اینجا میکشید. دوست عزیز آقای مقدم هم در صفحه نیست که دعوتش کنم. آقای مقدم یار ماست، آقای جوانشیر دوست ماست، ما به همه احترام میذاریم، نباید کار به اینجا میکشید. ضررش رو لایو ما دید و خیلی بد شد اول آخرش هم. جناب آفیده برای اتفاقی که افتاده بهتر یه دامن نزنی ولی چشم تندرست. بابا طوفان من دوباره دعوتت کردم، اگه میتونی بیای بالا بسم الله. آقا مهران طیبی شما رو هم دعوت کردم، اگه میتونیم بیایم بالا بیاین، اگه نمیتونیم بیایم بالا ما هم خداحافظی میکنیم. شب اصلا خوبی نبود در مجموع. خب آقای عرض کنم خدمتتون دوستمونم نمیدونست که ما هم زندان دیده ایم، ما هم زندان کشیده ایم. در هر صورت جناب من یه حرفی بزنم خدمت از هر کس که در جمهوری اسلامی رفته زندان باید به خودش افتخار کنه و همه مشکلات خودشونو دارن، سختی های خودشونو داشتن. امیدوارم که بساط آزادی مهیا بشه. به امید خدا. آقا سایه هم در کتابش اینو نوشته، اینم بذار تعریف کنم. یه زندانی بود، بعد میگفت آی زندانی های بی غیرت اینا صهیونیستن بیایم بیرون، بهش 80 ضربه شلاق میدادن. چون پیرمرد بود 40 ضربه بهش میزدن، 40 ضربهشو میذاشت نوبت بعد. هر وقت میخواست فوش بده میگفت بیاین 40 ضربه رو بزنیم من میخوام دوباره فوشتون بدم. و این مهندس ریاضی بود که سایه هم در کتابش اشاره کرده، گفته آهنگر بود. نه مهندس بود، مهندس ریاضی. اتفاقا این مهندس ریاضی خانمش همزمان با خانم من برای ملاقات اومده بود. من خانمم گریه میکرد، اون خانم مهندسه گفته خانم چرا گریه میکنی؟ گفته شوهرم زندانه. گفت شوهرت دزدی کرده؟ گفت نه. آدم کشته؟ گفت نه. جناب گفت پس کار کرده؟ گفت کتاب نوشته. گفت خانم افتخار کن که شوهرت به خاطر نوشتن کتاب زندانیه. این خاطره هم در اون ایام اون زندان بود و در هر صورت پیش اومد. بگذاریم. خب خیلی خوش اومدید دوست عزیز، در خدمت شماییم. شبتون بخیر. از خدای بزرگ و منان خودم شب پر از آرامش و آسایش. آقا اگه با میکروفون صحبت میکنی میکروفون رو قطع کن، صدات خشخش داره. نه آقا من تو بادم. لایو شما مورد لایوتون چیه؟ ما فقط شعر و ادبیات کارمون، بحثی پیش اومد. انشالله که پایدار باشی، از خدا بهترین ها رو واسط ما آرزومندم. هر جا که هستید شاد باشید. خب من خودم یه لایو بزنم، من اکثرا لایوهای انجمنیه و من عاشقانه دوستتون دارم و بیش از این مصدقتون نمیشم. خیلی دوستتون دارم. امیدوارم مانند تک تک ستاره های آسمون همیشه حال دلاتون نورانی باشه و همیشه چراغ خونه هاتون روشن باشه. از خدا میخوام که مصرف کننده‌ای به خاطر عدم اعتیاد درون این کشور ما نباشه. از خدا میخوام که به من میرسم که به عنوان یک مشاور و مددیار اعتیاد هستم بتونم تو راستای بهبودی و انجمن معتادان گمنام کمک کنم به دوستای بهبودی. من عاشقانه دوستتون دارم. هر جا که هستید شاد. از خدا میخوام که همیشه حال دلاتون خوب باشه. موقعی که حال دلت خوب باشه اون احساس آرامش و آسایش و اون توازنیه در زندگیتون هست. محل کارم هستم، تو معدن هستم و اینکه فقط دعاگوی شما تک تک دوستای عزیز هستم. خب دوستتون دارم. تا اینجا که اومدیم دعارم بخون. خداوند آرامشی اطاقر با اونم بخون. خداوند از خدا میخوام چی شد؟ دعا رو بخون. دعایی که همیشه میخونن. از خدا میخوام به خاطر مصرف مواد مخدر اشک هیچ خانواده‌ای، همسر، پدر، مادر، فرزند، برادر، خواهر از چشمشون نیاد. از خدا میخوام همیشه درون زندگیاتون آرامش و آسایش باشه. از خدا میخوام که بیماری‌های اعتیاد فعالیتش کم بشه و ما بتونیم در کنار همدیگه روزگارهای خوش رو سپری کنیم.
از خدا میخوام دوستایی که تو کمپ هستن از درد فیزیکی برخوردار هستن، خدایا تو رو به عظمت جلالت قسمت میدم از درد فیزیکی اونا بگیر و به حلقه با عشق ما برگردون. خب دعاها رو تمام کن، این دعای اصلی رو بخون که با شما صدایت میکنیم. خداوند آرامشی عطا فرما تا بپذیرم آنچه را که نمیتوانم تغییر دهم، شهامتی که تغییر دهم آنچه را که میتوانم و دانشی که تفاوت یک دو را بدانم. آمین. شب خوش. خدا نگهدار. درود بر شما، بزرگواری کردی. خدا نگهدار. خب آقای مقدم برگشت خوشبختانه. آقای مقدم بیا بالا خداحافظی کنیم. اومدی بالا آقا مقدم؟ بله آقای بافی من اومدم. درود. خب یه شعر خداحافظی رو شما بخون بریم دیگه، هیچ بحثی هم نکن لطفا. نه من شعر نمیخوام آقای بافی، حالم خوب نیست. شما بخونیم. نه جور هممونو تو بکش خداحافظی کنیم. نوید نیستش که، بالا نیستش که. نوید نیست؟ نه خیر بالا نیستش. ای بابا اینجا در صفحه من هست. بابا طوفان شما هم اومدی بالایی، هستی نیستی؟ نه نیستم، فقط من و شما این. خیلی خوب. خب منم متاسفم دوستان، اتفاق افتاد، عصبانی شدن دوستامون، نباید کار به اینجا میکشید و خب ما معذب شدیم، بحثی پیش اومد. خب ابتدا به ساکن بود، نباید این اتفاق میافتاد. در هر صورت مسائل باز شد و بگذاریم. من از همه پوزش میطلبم. در هر صورت انجمن شعریم، ما مربوط به شعر و ادبیاتیم. من فقط در جواب این دوستمون که گفت شما خبر نداری خواستم بدونه که بابا خیلی یعنی در ایران کسی نیست که خانواده کشته نداشته باشه، شهید نداشته باشه، نمیدونم اسیر نداشته باشه، زندانی نداشته باشه. هممون درگیریم. اون تا بستگی داره به اینکه چقدر مقاومت کنیم. شب همه به خیر و خوشی. آقای بافی، آقای علی آقا هیچ صحبتی نکردن، از شما یه گلایه کوچولو کردن، شما هم یه توضیحش میدادی که آقا مثلا من ذهنیتم این بود تو رفتی خودت فروختی مثلا. خب تموم شد میره. اصلا این توهین ها، این حرف ها، این فلان، ایشون هم میگفت آقا نه اینجوری نبوده به زور من گرفتنی مثلا. تموم شد میره. اصلا ایشون اومده بالا به چه حق توهین میکنه به دیگران؟ بد شد. شما هم اجازه میدین، شما هم اجازه میدین راحت توهین کنه به خود شما. آقای مقدم نه آقای مقدم، من دسترسی ندارم. اونا که در صفحه من نیستن دسترسی ندارم. اگه دسترسی داشتم هر دو تاتون رو میفرستادم پایین. دسترسی نداشتم، یعنی در صفحه من نبودین. ایشون داشتیم من نبودم. ایشون داشتیم من نداشتم. ایشون هم نداشت. خب اگرم ایشون رو داشتم نمیتونستم یه نفر بندازم پایین، یه نفر نه، باید دو تا برو پایین. دیدی که من رفتم پایین. حالا بگذارین. من پوزش میطلبم. شما هم خداحافظی کن از دوستا. خدا نگهدار. من عذرخواهی میکنم دوستان اگر احیانا باعث رنجش دوستی شدم، من عذرخواهی میکنم. من تحمل بی‌احترامی به تو جلسه ادبی تحمل بی‌ادبی رو ندارم. عذرخواهی میکنم، ببخشید. در هر صورت پیش اومد. منم فقط توضیح دادم که با ما هم این زندان رو دیدیم. نه شما که توضیح دادین، اصلا شما بحث شما نبود، به شما هم توهین کردیشون. حالا بگذاریم دیگه. شب همگی به خیر خوشی. امیدوارم دوستی ها و رفاقت هامون پا بر جا باشه و این رفاقت ها خدا کنه اینجور رفاقت ها خدا نکنه پا بر جا. این رفاقت نیست. این رفاقت نبود. این حذف بشه به جاشو رفاقت پر کنه. شب خوش. خدا نگهدار. شب همگی خوش.